سلام به دوستان و همراهان عزیزم، در کنارتون هستم با شب 113 از 1001 شب. چون شب 113 برآمد گفت ای ملک جوانبخت. آن جوان با تاج الملوک گفت سر بر کردم تا ببینم که دستارچه از کجاست. چشمم به چشم خداوند این غزال افتاد که در منظره غرفه نشسته بود. من آدمی به خوبی او ندیده بودم. چون مرا دید که او را نظاره می کنم، انگشت شهادت بر لب نهاد. پس از آن انگشت میان را با انگشت شهادت جفت کرده به میان دو پستان بنهاد. پس از آن منظره فرو بست و بازگشت و آتش حسرت بر دل من بیفروخت و من حیران بودم که او چه گفت و از آن اشارت چه قصد داشت. پس هر لحظه به غرفه نظاره کرده منظره را بسته می دیدم. تا نماز شام بدانجا بودم، نه کسی دیدم و نه آوازی شنیدم. چون از دیدنش ناامید شدم، دستارچه آن زهر جبین را برداشته از جای خود برخاستم. دستارچه بگشودم. بوی مشک و عنبر کوی را معطر ساخت. پس به آن سو و این سوی دستارچه نگاه می کردم که ورقه ای از آن بیفتاد. این دو بیت در آن نوشته بود: در زلف تو آویخته دلبندی ها، پیش خردت خیره خردمندی ها. در دل دارم که بندگی هات کنم، تا خود چه کنی تو از خداوندی ها. چون دو بیتی بخواندم، دستارچه به دست گرفته چشم بر او دوختم و در کنار او این دو بیتی نوشته یافتم: ای روح تو رخشنده تر از قبله زردشت، هرگز نکنم مهر و وفای تو فرامشت. رخسار تو باغ است و دو زلف تو بنفشه، خواهم که بنفشه چنم از باغ تو یک مشت. و در کنار دیگر این دو بیتی نوشته بودند: از روضه حسن تو نگاری رسدم، و از مرکب وصل تو غباری رسدم. گیرم که به نزدیک تو بارم ندهند، از دور نظاره تو باری رسدم. چون اشعار را به دستارچه اندر بدیدم، آتش اشتیاق در دلم شعله ور گشت و به عشق و وجد من بیفزود. دستارچه و ورقه بگرفتم و به خانه برگشتم. نه به دوری شکیبا بودم و نه وصل را حیله می دانستم. سرگشته و حیران کوی به کوی همی آمدم، تا اینکه 3-1 از شب رفته بود که به خانه در آمدم. دختر عم خود را دیدم که نشسته و گریان است. چون مرا دید سرشک از دیده پاک کرد و پیش من آمد و جامه از من برکند. سبب غیبت پرسید و با من گفت امرا و بزرگان بازرگانان همگی جمع آمدند و قاضی و شهود نیز حاضر شدند. طعام خورده زمانی بنشستند و انتظار تو کشیدند. چون از تو نومید گشتند، برخاسته هر یک به خانه خیش رفتند. و با من گفت که پدرت بسی خشمگین شد و سوگند یاد کرد که تا سال دیگر صیغه نکاح نخوانند، زیرا که از این ضیافت مالی بسیار به زیان رفت. پس از آن سبب دیر کردن من باز پرسید. من ورقه و دستارچه به در آوردم و ماجرا را از آغاز تا انجام بیان کردم. دختر عم من ورقه و دستارچه بگرفت و آنچه که در آنها بود بخواند.
سرشکش به رخسار روان گشته این دو بیت برخواند. منگر در بتان که آخر کار، نگرستن گرستن آرد بار. شاهدان زمانه خرد و بزرگ، دیده را یوسفند و دل را گرگ. پس از آن دختر عم من با من گفت که خداوند دستارچه و ورقه با تو چه مقالت راند و چه اشارت کرد؟ گفتم با من سخن نگفت و اشارتی نکرد بجز این که انگشت بر لب نهاد و 2 انگشت نیز به سینه نهاد و به سوی زمین اشارت کرد. پس از آن منظره فرو بست. تا غروب نشستم، دیگر ندیدمش. چون ناامید شدم از آنجا برخاسته بیامدم. مرا قصه این بود، ولی از تو همی خواهم که در این قضیه مرا یاری کنی. دختر عمم روی به من آورد و گفت ای یار مهربان، اگر تو چشم مرا بخواهی مضایقه نکنم و ناچار تو را و او را یاری کنم که او نیز تو را عاشق است، بدانسان که تو عاشق اویی. پس با او گفتم که تفسیر اشارتهای او چیست؟ گفت اما انگشت به لب نهادن اشارت است بر آن که تو در نزد او به جای روان اندر تنی، و اما دستارچه اشارت است به سلام کردن عاشقان معشوق را، و اما ورقه اشارت است به این که او را جان اندر قید توست، و اما 2 انگشت بر سینه نهادن اشارت است بر این که او با تو گفته است که پس از 2 روز بیا تا از دیدار تو حزن و اندوهم برود. و ای پسرعم، بدان که او به تو عاشق است و تفسیر اشارتها همین بود که به تو بیان نمودم. اگر من کسی بودم که بیرون رفتن و آمدن می توانستم، هر آینه به اندک زمان تو را با او به یک جا جمع آوردی و راز شما را پوشیده داشتمی. جوان بازرگان با تاج الملوک گفت چون این سخن از دخترم بشنیدم، او را سپاس گفتم و 2 روز شکیبایی پیش گرفتم و از خانه بیرون نرفتم، نخوردم و ننوشیدم و سر اندر کنار دخترم بخسبیدم. و او مرا دلجویی می کرد و دلداری همی داد و می گفت دل خوشدار و همت بلند کن. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. همراهان عزیزم، از اینکه در کنارم هستین و به حکایات شیرین گوش میدین ممنونم. لطف کنین لایک کنین، سابسکرایب کنین، برای دوستانتون شیر کنین، نظراتتون رو زیر پست بنویسین و دکمه زنگوله رو هم فشار بدین و همچنان در کنارم باشین برای ادامه داستان.